سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ روزگار بر وفق مراده؟ بچه‌ها راستی ارتباط با این کتاب برقرار کردین؟ امیدوارم همونجور که من این کتاب خیلی دوست دارم و زندگی من واقعا تونسته از خیلی جهات بهبود بده، ترمیم کنه، بهتر کنه. همین اتفاق هم برای شما بیفته و چه بسا از من خیلی خیلی بیشتر و عمیق‌تر. الهی آمین. بریم برای بقیه کتاب. به نام خداوند بخشنده مهربان. برای آنهایی که چشمهایی برای دیدن، گوشهایی برای شنیدن و قلبی گشاده برای دریافت پیام خداوند را دارند. فصل 5. در طول تابستان و پاییز آن سال، در حالی که به تدریج رابطه دوستانه ما به یک تعهد تبدیل می شد، دیگر درباره یادداشت خداوند بحث نکردیم. رفت و آمدهای تقریبا هر روز عصر که به زودی وقت نهار هم به آن اضافه شد، از اتفاقات برجسته هفته من بودند. خانه ساده سایمون در هر روز کاری برای من مرکز آرامش و یادگیری شده بود و آخر هفته ها دور از او طولانی به نظر می رسید. با این حال به دلایلی که هنوز نمیدانم هرگز درباره او با خانواده‌ام یا دیگران یا در مجله موفقیت نامحدود صحبت نکردم و حتی نامی از او نبردم. سایمون پدرخوانده، معلم، مشاور شغلی، رفیق، خاخام، کشیش، روحانی، وزیر، مرشد و دانشمند غیبگوی من شده بود. قرارهای کاری را به هم می زدم و از وظایف اجتماعی تفریح می رفتم تا وقتم را با او بگذرانم. و در حقیقت کنار پایش می نشستم و در کلاس خصوصیش به صحبتهایش پیرامون مسائل مختلف گوش می دادم. آگاهی و تجربه او درباره عشق، مذهب، ادبیات، روانشناسی، طبیعت و انسان و حتی موضوعات ناآشناتر مانند ماوراءالطبیعه و متافیزیک حیرت آور بود. گاهی اوقات او را با سؤال یا جمله‌ای وادار به صحبت می‌کردم یا موضوع جدید را پیش می‌کشیدم که می‌خواستم نظرش را بدانم. دانش وسیع و عمیق او مخصوصاً در مورد انسان همیشه باعث حیرت من می‌شد. خدای من، در مدت چندین ماه من در بهترین دانشگاه کشور امریکا حضور داشتم و پروفسور سایمون پاتر، زباله‌رو به پیر، مدرس و بهترین استاد دنیای من شده بود. من گوش دادم و یاد گرفتم. همچنان که او ماهرانه با حکایت‌های جالب و ناشناخته مرا با مسائل مورد علاقه‌اش یعنی زندگی و مرگ آشنا می‌کرد، بیشترین تاکید او بر این بود که همه ما برای تغییر زندگیمان به سوی بهبود به اندازه کافی توانایی داریم و خداوند هرگز هیچ یک از ما را در تنگنایی قرار نمی دهد که نتوانیم رشد کنیم و اگر خود را در زندان شکست و دلسوزی و غم برای خود اسیر کردیم، فقط ما زندانبان خود هستیم و تنها خود ما کلید آزادی را در دست داریم. به نظر سایمون انسان حتی نباید به کار کردن در شغلی که باعث ناخوشنودی یا زجر او می شود ادامه دهد. او می گفت کاری که باعث ناخوشنودی انسان است باید هرچه سریعتر رها شود و او به دنبال عشق و علاقه واقعی خود برود. او اغلب در حین گفتگو از موضوع دور می شد، اما همیشه به مسئله کمبود عزت نفس در انسان و نتیجه نهایی آن یعنی مرگ خاموش باز می گشت. سایمون می گفت چرا ما غمگین هستیم؟ تکرار می کنم، چرا ما انسان‌ها عموماً غمگینیم؟ چون در اعماق وجودمان عزت نفس نداریم. ما غمگینیم
چون دیگه باور نداریم که یک معجزه تکرار نشدنی هستیم، یک آفرینش خاص خداوند، ما همگی به گله های گوسفند، کارت های اعتباری، برده ها و ساکنان محله های فقیر نشین یا متوسط نشین تبدیل شدیم. ما به آینه نگاه میکنیم ولی دیگه ویژگی های خداگونه ای رو که روزی در صورت و وجود ما آشکار بود و نمیبینیم. ما ایمان خودمون رو نسبت به خودمون از دست دادیم. من وسط حرفهایش پریدم، گفتم سایمون اجازه بده مطمئن بشم اون چرا که داری میگی من دارم درست درک میکنم. یعنی به نظر تو شاید انسان روزی از طریق ارتباط نزدیکتر با خدا باور کرد که مخلوقی شگفت‌انگیز و فوق‌العاده است و از خداوند تصویر بهتری میسازه؟ اصلا هیچ امیدی وجود داره؟ آیا واقعا روشن کردن یه شمع کوچیک در میان این همه تاریکی که تو دنیا هست کار درست و عاقلانه ایه؟ او مستقیم در چشمهایم نگاه کرد و با اطمینانی که هیچ شکی در آن نداشت گفت همیشه امید وجود داره. وقتی امید از دست بره دنیا به پایان میرسه. فکر نمی کنم وقتی شما بخواید بر تاریکی ناامیدی غلبه کنید تنها روشنایی یک شمع کافی باشه. اما اگه هر کس شمعی برای خودش روشن کنه میتونیم تاریک ترین شب رو به روشن ترین روز بدل کنیم. با اخم گفتم سایمون، نور، روشنایی؟ چجوری میتونید لبخند رو به صورت مردی بیارید که از کار اخراج شده و مجبور شکم 5 نفر گرسنه رو سیر کنه، هیچی هم توی یخچال نداره؟ چجوری ذهن و روح مادر جوانی رو آروم میکنید که در محله فقیرنشین از هر طرف تحت فشار قرار گرفته در حالی که تلاش میکنه 3 فرزند یتیمش رو تأمین کنه؟ چجوری میتونید یه شخص در حال مرگ رو متقاعد کنید که هنوز میتونه از باقی مونده زندگیش لذت ببره؟ ها؟ آرام از جایش بلند شد و با دست اشاره کرد و گفت اجازه بدید یک بار دیگه یادآوری کنم که هر یک از این افراد و هر کس دیگه‌ای تو این دنیا هنوز نور هدایت الهی رو در درون خودش داره. ممکنه این نور قدری کاهش پیدا کرده باشه، اما اینو باید بگم که هرگز و هرگز خاموش نمیشه. مادامی که فرد نفس میکشه هدایت الهی هم وجود داره. معمولا من پی بردم که بیشتر افراد تا زمانی که ضربه نهایی رو نخورن نه میخوان و نه آمادگی پذیرش کمک خداوند رو دارن. اون وقت اونا فکر میکنن چیزی برای از دست دادن ندارن، بنابراین خیلی بیشتر پذیرای الهامات قلبی خودشون میشن که به اونها کمک میکنه زندگی جدیدی برای خودشون شروع کنن تا بزرگترین معجزه دنیا رو انجام بدن، یعنی خودشون رو از مرگ زندگیوار بازگردونن. آقای اوک، چرا انسان باید نگران سقوط از مرتبه اشرف مخلوقات باشه حالا که میدونه از نیروهایی بهره‌منده که موجودات دیگه کاملا فاقد اون هستند؟ چرا انسان باید دلواپس رفتارهایی باشه که تو جوانی از اون سر زده و یا در حالت عصبانیت مطلق شاید رفتار بظاهر زننده‌ای با عزیزان خودش کرده باشه که
اکنون در ضمیر نیمه هوشیارش در لایه های پنهان مدفون شده و هر از چندگاهی سر بر میاره و اون رو مثل کاغذ باطله مچاله میکنه، در حالی که هنوز قدرت کنترل ذهن، افکار و تعیین سرنوشت خودش رو تو دستاش داره. تنها انسان میتونه به شیوه خاص خود درباره چگونه سپری شدن عمرش تصمیم نهایی رو بگیره، سرافرازانه و یا غمگین و افسرده. گفته های او آنچنان عمیق و پربار بودند که من مجبور شدم برای درکشان بحث را متوقف کنم یا حداقل حال و هوای آن را عوض کنم. بنابراین سیگاری روشن کردم و خواستم کمی او را اذیت کنم. گفتم: اوه سایمون، ببین، طالبینا بیشتر گفته های تو رو در باب اینکه انسان میتونه بر سرنوشت خودش حاکم باشه قبول ندارن. پیرمرد با تأسف سر تکان داد و باز هم دوستانه لبخند زد. گفت: پیشگوها، طالع‌بین‌ها، کف‌بین‌ها، رمال‌ها، جنگیرها در هر دوره‌ای از مسئولیت زیادی برخوردار بودند، چون انسان‌های زیادی بدون اینکه در کلام اونها تفکر کنند اونها رو پذیرفتند به عنوان سرنوشت و اونها هیچ وقت به این فکر نکردند که اونها هم مثل خودشون انسانند. بعد دستی روی موهای خاکستریش کشید و گفت: آقای اوک، شکسپیر رو میشناسید؟ قیافه حق به جانب و خیلی متفکرانه‌ای به خودم گرفتم و گفتم: آه بله، شکسپیر یکی از نمایشنامه نویسای مورد علاقه منه سایمون. سایمون گفت: شکسپیر در یکی از نمایشنامه هاش میگه: بروتوس عزیز، گناه از ستاره های تولد ما نیست، گناه از خود ماست. خب، پایان فصل 5. امیدوارم از این فصلم خوشتون اومده باشه. امیدوارم بیشتر باش ارتباط برقرار کرده باشین و همچنان با من کتابو ادامه بدین. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید و خدافظ.